این دوره بانی وسایت اخباری آمد سمت دیگری می باشد. یکی از سمت‌های خیلی هم کلیدی می باشد این سمت کارهای تربیتی و ایدئولوژی است که در دوره فعالیت خود در این سمت طبق نقشه قبول گردیده نقشه شورابینی ها و عملی شوی سری وقتی دستورهای در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت بدنکاری، درباره تربیت و تندرستی شهروندان، کنسپسیون ملی تربیت، استراتژی سیاست دولتی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030، استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030، استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 و دیگر قانون‌های عمل کننده تدبیرهای سودمند و مؤثر اندیشیده‌اند. باید قید کرد که در اکادمی 11 نفر یتیمی کود، 12 نفر امکانیتشان محدود و 5 نفر کم‌بساط‌ها که در مجموع 28 نفر را تشکیل می‌دهد تحصیل نموده شدند که از جانب رئیست اکادمی در برابر گرفتن استیپندیا این چنین هر ماه با مبلغ 300 سومانی برای یک وقتگینه خوراک آنها جدا گردیده است و این چنین در خوابگاه اکادمی رایگان جای کرده شده‌اند. در این دوره در برابر این 54 نفر ختم کردگان اکادمی اختیاراً به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر کرده شدند. سمت دیگر فعالیت اکادمی باشد این سمت رابطه‌های بین‌المللی باشد که اکادمی با 14 تشکیلات‌های بین‌المللی و 32 مؤسسه‌های کسبی خارجی سازشنامه‌ی همکاری داشته. در این دوره با اکادمی خواجگی خلق و خدمت دولتی نزد پرزیدنت فدراسیون روسیه و اکادمی اروپایی اخبار سازشنامه دوجانبه همکاری و تاثیر رسانید. در این دوره از جانب رهبریت اکادمی 8 واخوری با رهبران و نمایندگان تشکیلات و سازمان‌های بین‌المللی برگزار گردید. اکادمی دورکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برنامه تبادل اکادمی را با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان در اساس سازشنامه‌های همکاری برهم مانده است. در دایره برنامه تبادل در بالا ذکر شده 23 نفر دانشجویان با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی خارجی سفربر گردیدند. این چنین با مقصد تبادل تجربه و صیقل دادن مهارت و ملکه کسبی 29 نفر آموزگاران اکادمی در دایره سازشنامه‌های همکاری با مؤسسه‌های خارجی سفرهای آموزشی به انجام رساندند. علاوه بر این رئیست رابطه‌های بین‌المللی در دوره حساباتی 12 چاره‌بینی بین‌المللی را در اکادمی تشکیل و برگزار نمود. اگر که مخفی نباشد مبلغی که ما پرداخت میکنم چقدر مبلغ و خزینه یا که دوره شما پرداخت مؤسسه تأسیس است و سمت فعالیتش سمت اداره کنی دولتی میباشد. همین خاطر در ما 3 نفر از خارج کشور تحصیل میکنم و اینا طبق اجازه‌نامه‌ای که از جانب ضد انحصاری معین شده است طبق هم نقشه همون مبلغ گذاری میکنم. در ما قدر زیاد نیست، تنها 3 نفر فعالیت میکنم. جار شما بعد شما سالو تشکیل میدهد سابقین برنامه‌ای بعد خدمت دانشجویان و رهبری تبادل است که کدام اندازه دانشجویان در وجود با فعالیت میکنند تا کدام فوق جواب دارند. ما در نزد اکادمی مرکزی زبان آموزی تأسیس دادیم که در این صورت یکم 21 نفر از آموزگاران و مقدار دانشجویان در عموم 57 نفر آموزگاران دانشجویان و برای زبان آموزی جلب گردیدند که این تنها در 6 ماه اول بود. ما سر کرده از 1 آگوست طبق نقشه‌ای که از جانب مرکز پیشنهاد شده است در سمت نفرانی که در وظیفه‌های رهبری کننده هستند از سردار شعبه بالا مالکه جدول آماده شده است برای زبان آموزی و همه نفرانی که یکم درجه در سطح وای بالایی هستند یعنی که وظیفه‌ها دارند یعنی که در منصبش دیگه اما ما از 1 آگوست شروع می‌کنیم.
آموزش زبان آموزش ما مرکز داریم، استادان میرسه، یگان مشکلی نداریم در اینجا. ما علاقه جدولش هم راه اندازی شده است. مسئله دیر مسئله با جای کار تامین نمودن ختم خوانندگان باشد. ما سببی که در یک جایگی با اگنتی خدمت دولتی گذرانده می شود، فقط تنها طریق آزمون گذرانده می شود و ما این را معرکه دستور گرفتگی هستیم از جانب وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان که ما حتما از سال میبادا سال ما در اولای شد ما از سال آینده همیشه برنامه مدرگی هستیم که برای بجای کار تامین نمودن ما پیشکی چاره‌بینی‌های خود را میگذاریم، تبلیغات و تشویقات را در سمت خدمت دولتی. بعد درباره دستاوردهای آموزگاران و دانشجویان اکادمی علوم دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سطح بین‌المللی نمودید. در مجموع 3 نفر از آموزگاران در آزمون‌های بین‌المللی اشتراک نمودند و 2 تا جای اول رو اشغال نمودند و 20 انتخاب در فدراسیون روسیه 2 نفر اشتراک کردند و آزمون گذاشتند و برای جایزه‌گیری و مکافات‌گیری سفربر میشن و 1 نفر در میانی دولت‌های روسیه مرکزی و اتحادیه دولت‌های مستقل در قزاقستان در شهر آلماتی میرود در آنجا گفتنده میشود. از حساب دانشجویان در المپیاد و آزمون‌های بین‌المللی نیز اشتراک ورزیده هستند. 1 نفر دانشجوی ما در آزمون بین‌المللی که از جانب مقامات همکاری اگنتی هست در قزاقستان تشکیل کرده شده در آنجا جای گرفتن و باز 1 نفر دیگر اشتراک کردگی هستند که تا حال نتیجه باز برآمدگی نیست از خالی گرفتگی شد. اون زمان در وقت نوشتن دیکتانس ایشو در کدام باید قرار بود چگونه هست وقتی اینطور گرفتنشان با باید موسیقی منفی چی نشون میده؟ اصلا نمیشون این درصدی خیلی خوب برنامه داشت از اکادمی دانشگاه دولتی. ما چطوری که در بالا قید کردیم اینجا ما 13 گروهی زبان روسی قد تحصیل میکنند و 12 گروه باشد زبانهای انگلیسی قطعی که پورا فنهای تعلیمیشون با زبانهای روسی و انگلیسی گذرانده میشد. بعد اینها پیش از که انتخاب شدن در همین گروه ها از آنها امتحان سنجش گذرانده میشود که ما جدا کافی نوعی زبانهای خارجی داریم که استادان آنها را پیش از همه فقطشون طریق صحبت گذرانده میشود، از آنها دیکتانت و سوالهای تستی گذرانده بعد با این گروه ها گذرانده میشود. از این رو ما علاقه ایستانده تجربه داریم و گروه ها حتی فعالیت کرده ایستادند. طبق آنهایی که در همین سمت کار میکنند، مثلا راهبران وزارت کمیته ها، مثلا یک نفر وزیر و رئیس کمیته به حیث آموزگار همکار یا در دوره کورس‌های مخصوص به اکادمی جلب شدند یا نه و گشته باشند که ها سلامت باشید. ما در زمینه ماجستراتورا داریم که بواسطه سمت خدمتچیان دولتی تحصیل میکنند در آنجا. در زمینه تحصیلات دوم عالی کسبی است و چخیلی که گفتیم در دانشکده تکمیل اختصاص داریم که در اینجا بواسطه نفرانی درس میگویند که از خودی یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و رابطه با جنرال استاد رحمانزاده عبدالله هستند که ما در بواسطه در کورس‌ها جلب میشوند. اینچنین معلمه شرافزاده گوهر هستند که بواسطه ما در همکار هستند در اینجا میان درس میتن از یکی از وکیلان. اینچنین در کورسی گذشته که ما با رئیسان ولایت‌ها و شهر ناحیه گذراندیم، وزیر رشد اقتصاد محترم زرقی‌زاده زرقی اومده بودند و بسیار هستند اینا ما بواسطه اونها را جمع کردگیم. حتی سودی عالی جمهوری تاجیکستان جمشید است، دیرکتور کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان استاد محترم فیض‌علی‌زاده جمعخان هستند، بسیار هستند. اینچنین وکیل پارلمان مرتضی‌زاده جمشید هستند، بسیار هستند. بواسطه در اینجا جمع شدند و اومده در کورس‌ها مشاهده که در سمت درس‌ها در تحصیلات دیگری عالی تحصیل بیشتر جمع شده هستند. جنبندی کنیم. حاضرین گرامی، بار دیگر با هر یک شما عرض سپاس بی‌پایان و ریاست اکادمی همه وقت آماده است در همکاری با شما و در اکادمی برای شما باز است. مرحمت دلخواه سمت ما بواسطه با کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان با دیگر شبکه‌های که فعالیت میکنند در جمهوری همکاری‌های زیر داریم و می‌بعداً همین فعالیت ما
جلو خواهد بود. از همین خاطر مرحمت کدامی چیزی دارد مرحمت ما انتظار شما هستیم در ما برای شما شده است. سلامت باشید. مرحمت برای کار موفقیت.